میخوای از لندو وام بگیری؟ با من بیا تا بهت بگم چه مراحلی رو باید طی کنی. اول باید فروشگاهی که میخوای ازش قسطی خرید کنی رو از لیست فروشگاه‌های لندو انتخاب کنی. بعد باید درخواست وامت رو برای اون فروشگاهی که مد نظرت ثبت کنی. یعنی به ما بگی چقدر وام میخوای و وامت رو چند ماهه میخوای تسویه کنی. درخواست تو که ثبت کردی باید وارد حساب کاربریت بشی و اونجا عکس مدارکی که لازمه رو بارگذاری کنی. بعد از بارگذاری مدارک هم باید کد ملی و شماره موبایلت رو وارد کنی تا ما بتونیم اعتبارسنجی تو انجام بدیم. بعدش اگر توی بانک آینده حساب نداری باید افتتاح حساب انجام بدی. افتتاح حساب توی بانک آینده کاملا به صورت آنلاینه و با نرم افزار کلید هم انجام میشه. اگر شماره موبایلت به نام خودت باشه و مدارک شناساییت مشکلی نداشته باشه میتونی خیلی راحت آنلاین حساب باز کنی. اگر هم آنلاین نتونستی میتونی یه سر بری یکی از شعبه‌های بانک آینده و حساب باز کنی. ما و بانک آینده مدارکت رو بررسی میکنیم و اعتبار سنجیت رو انجام میدیم و نتیجه رو از طریق SMS بهت اعلام میکنیم. وقتی که SMS تاییدیه رو دریافت کردی میتونی بری سراغ مرحله بعدی یعنی سفته. میدونی که لندو برای دادن وام نه ازت چک میخواد و نه ضامن. تنها چیزی که میخواد همین سفته است. بانک آینده سامانه‌ای داره به نام سفته الکترونیک که میتونی وارد سامانه بشی و سفته الکترونیکی تو دریافت کنی. خب هر سفته نیاز به یک امضا هم داره. برای اینکه بتونی سفته الکترونیکیت رو امضا کنی نیاز به یک امضای الکترونیک هم داری. این امضای الکترونیکی رو باید با استفاده از نرم افزار آینده ساین که متعلق به بانک آینده است ثبت کنی. با این امضا میتونی سفته‌ای که خریده بودی رو امضا کنی و بعد باید فایل اون رو به ما بدی. یعنی باید فایل سفته‌ای که خریدی و امضا کردی رو توی حساب کاربریت بارگذاری کنی تا ما اون رو بررسی کنیم. ما سفته‌ای که بارگذاری کردی رو بررسی می‌کنیم و اگر مشکلی نباشه میریم برای مرحله امضای قرارداد. توی این مرحله با همون امضای الکترونیک که قبلا ثبت کرده بودی باید قراردادهای لندو و بانک رو هم به صورت آنلاین امضا کنی. نگران نباش، این مرحله خیلی راحته. حالا باید قسط اولت رو واریز کنی. بعد از این مرحله بانک کلیه مدارکت رو بررسی میکنه و بعد از تایید نهایی بانک وامت آماده میشه. اگه واسه خرید فروشگاه تیمچه رو انتخاب کرده باشی مبلغ وامت توی کیف پول تیمچه برات شارژ میشه و میتونی خریدت رو انجام بدی. اگر فروشگاه دیگه‌ای رو انتخاب کرده باشی وامت رو به عنوان یک کد اعتباری بهت ارائه میکنی و میتونی وارد همون سایتی بشی که در ابتدا انتخاب کردی و خریدت رو انجام بدی. البته یادت باشه اقساطت رو باید به لندو پرداخت کنی نه فروشگاهی که ازش خرید میکنی. خب همونجور که دیدی ما توی لندو کاری کردیم که بتونی مراحل دریافت وامت رو به صورت کاملا آنلاین انجام بدی. یعنی هر جا که هستی توی هر ساعتی که بخوای فقط با یه گوشی موبایل مراحل دریافت وامت رو تکمیل کنی. منم سعی کردم خیلی سریع و خلاصه تمام مراحل رو برات توضیح بدم. بازم اگر در مورد هر کدوم از مراحل سوالی داشتی میتونی توی همین صفحه جواب سوالت رو پیدا کنی.